یوتیوبرها افراد عجیبی هستن، قابل درک نیستن، اما همه درکشون میکنن. بعضیا صرفا اومدن دلغک محتوا تولید کنن. بعضیا اصلا لازم نیست وجود داشته باشن. بعضیا ای کاش وجود نداشتن. خیلی ای کاش وجود نداشتن. این وسط چند نفرم داریم که واقعا یوتیوبر هستن. درآمدزایی توی یوتیوب شکل مختلفی داره. بعضیا سعی میکنن با تولید محتوای مناسب و ویدیوی با کیفیت درآمدزایی کنن. بعضیا هم فقط میخوان اون 8 دقیقه پرشه که درآمدزایی ویدیو براشون فعال شه. مثلا مهم نیست که چه کیفیتی رو به مخاطب ارائه میدن. همه جور آدم در یوتیوب فارسی حضور دارن با تفکرات مختلف و اخلاق‌ها و هدف‌های مختلف، اما همشون یه نظر مشترک دارن. چی؟ هیچ کدومشون نقدپذیر نیستن. کافیه یه ایراد بگیری تا خودش و فناش بریزن سرتو کلن کنسلت کنن. بله عزیزان، این مورد خوب و بد هم نداره، همه همینن. هرچند که یوتیوبری هم داریم که با همین فرمون اومده بالا: دراما کن پول در میار. خلاصه انتظاری از دست‌های جلوی پرده نداشته باشین. مهم اون نمایشیه که پشت پرده در حال اجراست. سخته بخوای تصمیم گیری کنی فن کی باشی. اصلا اجباری نداره فن کسی باشی. از همه لذت ببر، حتی به غلط. اما خب بعضی وقتا لازمه به خودمون احترام بذاریم و روی هر چیزی کلیک نکنیم.